الان تو این قسمت همراهمون باش، هم قرار زورخونه رو ببینیم، مراسمشون رو اجرا کنم، براتون ویدیو بگیریم، همین که آب انبار رو ببینیم. بیا داخل. روزتون بخیر، همه صفاییان رو دارید و روز بازار یزد منطقه فهادان که مغازه‌های خوشگل هم داره واقعا. دیشب ما همه اینجاها رو اومدیم که پر از صدای موتور بود. راست بودا. واقعا میگی؟ آره. خب اشتباه کردی. آسمونی داره. این نون خوشمزه داره. غزاله میگه قبلا از این مغازه میخریده. حالا داریم میریم پیش مغازه ببینیم هست یا نه. مسجد جامع اومدیم داخل بافت تاریخی، از کنار رستوران کاریزما اومدیم تو این کوچهه که اسمشو نمیدونم چیه. تعطیل غزاله. آه نه من میگم این جا به جا شده. زنگ بزنمشون باش اینجاست. گویا خیلی وقت پیشو از اینجا خرید میکرده که خیلی هم خوشمزه بوده. سروک. ببینیم میتونیم پیداش کنیم. به شمارش زنگ زدیم، گفتش که من از اونجا جابجا شدم، گفت بغل کافه کاریزما، حالا یا این دره یا اون در، و اینکه گفت که کلا ساعت 5:30 اینا به بعد میان تا 11 شب. ما الان دورامون رو میزنیم، هرچند 12:30 ولی یه چیزی میخوریم حالا تا این باز کنه و به اینجا برسیم. من فکر نمی کردم که این توریا اینقدر خوب جلوی آفتابو بگیره، چون بافتش بازه حس می کردم آفتاب از بینش رد میشه، ولی واقعا گرفته جلوی آفتابو. میخواستم برای آسیاب وزیر ببینم که میتونیم هماهنگ کنیم باتون بیایم. فردا اگر تشریف دارید از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر هستیم. اگر که فردا نیستید امروز رأس ساعت 4:30. جالبه بدونید توی این کوچه ها ماشین هم رد میشه. فکر یکی اشتباه، یعنی مثلا یکی بیاد از روی هم در بیاد، هی باید دنده عقب رفت تا کجاش معلوم نیست. یه آسمون خوشگل تقدیم نگاهتون. واه وای چه آسمون قشنگی. واه وارد زندان اسکندر یا مدرسه زیادیه شدیم. ورودیش نفری 20,000 تومنه. خب این پلانش تو همین ورودی که خیلی زیاد آسمون چشمگیر و خوشگل، مخصوصا از این تاق که نگاه کنی. به به وای خدای من، یه سقف خیلی مرتفع، خیلی مرتفع.
زندان اسکندر یا همون مدرسه ضیاییه مثل بقیه جاهای تاریخی شهر یزد توی محله فهادان قرار گرفته. اینم مهراب. بچه‌ها اینا خیلی جالب بود به نظرم. خطاطی که کردن هر کدومش یه کلمه است. خیلی خوشگله. اتاقای اینجا به عنوان فروشگاه استفاده میشه که یه سری از این فروشگاه الان بازن، یه سریاش بسته. با داشتن معماری بسیار زیبا و خارق‌العاده و هنر ظریف در بخش‌های مختلف اون، چشم هر بیننده‌ای رو به خودش جذب میکنه. همانطور که از اسم بنا مشخصه، ساخت اون به زمان اسکندر مقدونی برمیگرده و اسناد و نشانه‌هایی از سال 631 هجری قمری در اون دیده میشه. 8 قرن قدمت برای بنایی که هنوز محکم و استوار در دل کویر پا بر جا مونده چیز کمی نیست و بی دلیل نیست که تا این اندازه زندان اسکندر در بین باستانشناسان تمام دنیا شناخته شده است. این بنا توسط ضیاءالدین حسینی رضی ساخته شده و بعد از 74 سال توسط پسرانش به طور کامل در دسترس قرار گرفت. اینجا مدرسه ضیاییه یا همون زندان اسکندره. خب بچه اینجا یکی از کوچه های همین بافت تاریخیشه که تو زمان مثلا عید این گلدونا همشون پر گلای رنگی رنگی و خیلی خوشگله، خیلی خوشگل. رستوران ایوان طلایی هم همینجاست. ما از اینجا میریم به سمت کافه ناردون ببینیم اونجا ناهار خوشمزه‌ای گیرمون میاد یا نه. داره بارون میاد. 10 دقیقه تا اونجا راه داری. به به خیس شیم چه حالی بده. با گوشی موشی همون خیس میشه ها. هیچی نمیشه. آقا پناه بگیریم. آره من عاشق بارونم. به به فکر نکنم یه از به این سرعت بارون بیاد. همین نمنمه میزنه. همین نمه میزنه، یعنی از اون بارونایی که فکر میکنی امکان نداره به این زودی. همین بچه بریم تا کافه و دوباره شما رو با خودمون میبریم. بالاخره تو هم به آرزویت رسیدی غزال صفانیان. بارون اومده من گفتم فکر نکنم بیاد. یعنی همین الان قشنگ داره میریزه رومون. آره خیلی باحاله. زمین خیس شد. خیلی جالب بود. شولیشا. حالا سریع آفتاب اومده. ولی داره بارون میاد. امیدوارم تو تصویر ببینید. خب الان که مشخصه دیگه یه جا. قطرات باران همزمانی که دیدی دو تا اون با هم داریم حرف میزنیم هر کی چیز میگه. میفهمید قطرات باران در کنار آفتاب چه خوشگلی، چه قشنگی. ما اومدیم کافه ناردون، هوا خیلی خنک شد، رسیدیم نیست راه رفته بودیم گرممون بود، تشنمون بود گرممون بود، گفتیم ما نوشیدنی خنک خیار سکنجبی با شربت آب لیمو. الان که اومده داریم یخ، یعنی یخه. یخ رو به سرعت در میاریم خارج میکنیم از اینجا. واسه من خیارا هم با یخا میان بالا. زعفرون داره. آره خیلی یه جوری عجیب با مزه‌ایه، خوشمزه داشت.
عرقشو خیار حالا من بردارم. خیار خالی که خوب نیه، باید سکنجبینشو بخوری. نشد؟ ایوه یه سکنجبینش هم بخور. یه لیوان عوضی. واو چقدر طعم داره. واو خیلی بامزه است. چی؟ یه جوریه. آره خیلی. اصلا ترشی آب لیمونه توش یه جوریه. تا غذامون بیاد خدافظی میکنیم باهاتون. غذامونم که کشک بادمجون و 2 پیازه گرفتیم بچه ها، چون فست فود نمیخواستیم بخوریم. پلویی هم که غزاله نمیتونست بخوره، منم به حمایت از غزاله کنار کشیدم. این پیشیارم نشونشون بده. کلا یزد پیشی هم خیلی داره بچه ها. یه دونم اون برای چقدر تمیز و قشنگه. جوری نشستی که انگار من دارم چنجه میخورم. نمیخوری تو. خوشگله. یه کشک بادمجون، یه دونه 2 پیازه، یه خیار سکنجبین، یه دونه شربت آب لیمو، یه آب معدنی. شد چقدر؟ شد 455 تومن. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. آبان 1403 کافه رستوران ناردون. سلام ما از باغ دولت آباد یزد و خانم کرم نژاد. اینجا باغ دولت آباده، اینجا یزد باغ دولت آباده. یو خیلی ممنون. خیلی ممنون. آقا بارون رو داری؟ سرما رو داری؟ سرد شده؟ بله. هواشناسی گفته بود از چهارشنبه دما، یعنی برای یزد گفته بود از چهارشنبه کاهش دما داریم، ولی راست گفت. آره راست گفت. هوا هم سرد شده به نسبت دیروز و پیروز. بعد بریم تو اون بادگیر زیبایی که میبینید سرش پیداست و الان میریم از ابتداشو میبینیم تا انتها. خب بچه این وسعت زمین رو من به شما نشون میدم، چون این چیزایی که کاشتن هنوز خیلی در نیومده. بعد همطوری مستقیم میریم از در ورودی. پایه زد بیاد بالا. در ابتدا میکارنش، بعد که بلند شد پایه میزنن میاد بالا. اصلا این اول نباید شکل و جهت بدن؟ نه بابا میدن، حالا به موقعش میدن. بله اینجا میرسیم به حوض که نمیتونه باشه چون خیلی بزرگه. دریاچه. بله. میتونه دریاچه مصنوعی. نه ولی حوضه. بعد میریم روی این پله که از این نمای زیبا بله یه تصویر بگیریم برای شما دوستان زیباتر. بچه ها ما روبروی همین بادگیری که براتون ویدیو گرفتم یه عمارت کوچولویه. ما سر کنجکاوی اومدیم ببینیم که چه خبره. دیدیم یه دری بازه، یعنی ما افتادیم توی یه هشتی، یه دری باز بود، اومدیم افتادیم توی یه ملک دیگه. بعد خیلی اینجا خفنه، بذارید بگیرم ببینید. خیلی بزرگ. بعد معلومه که تازه اینو دارن بهش میرسن که بازدید گرفت. آره همیشه درش بسته بوده چون درختاش خیلی کوچولو حالا مثلا یه تابلو هم زده امارت جلوخان. نمیدونم قضیهش چیه، شاید هم واسه باغ دولت آباد بوده ولی احتمالاً مثلا شاید این از این مرمت نشده وارد میشده. نمیدونم. موضوعی که هست هیچ لیدری اینجا وجود نداره. هیچ تابلوی راهنمایی وجود نداره. چی؟ بله. آره حالا همجوری دور میزنیم اونوری میکنم ببینید. بعد آسمون ابر، هوا خوب تا صبح خوب. از آفاق چشمانم بپرس به به ابر بارانی نبودی یا نشنیدی
دلم به گریه نشسته میان خاطره ها، چه کردی که خسسته به هر کجا که تو بودی، غمی نشسته به جایم، کجای این شب هجران، کجای این همه آهی که از دریچ. همین دیگه. آره بچه‌ها یکم صداش گرفته میدونید، چون همیشه موقعی دیگه دیدین که خیلی صدام خوبه، خیلی خوب میخونه. آره الان خب دوستان ما از یه جایی از اینجا وارد شدیم، بعد دیدیم که واه چه فضاییه، چه فضاییه. این بر ورودی نداره. نه نداره، ورودیش رایگانه. آها از اون ورودی ها. نمیدونم اینجا واقعا چیه، ولی خب این دره که ما الان از اون ور اومدیم این ور همیشه باز نیست. امیدوارم نفری 40,000 تومان. نفری 40,000 تومان. پشت اون ابر رو بگیر، پشت بادگیرا. به به. امیدوارم کسی پیدا شه که به ما یه توضیح اجمالی بده که این داستان از چه قراره. برمیگردیم سمت باغ دولت‌آباد. باغ دولت‌آباد یزد در حال حاضر یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های ایرانیه که در هر گوشه و کنار اون نشانه‌هایی از بهشت رو میشه پیدا کرد. این باغ با شهرت جهانی خودش بازدید کنندگان رو به وجد میاره. این باغ که به آن باغ 4 منار هم میگن، یکی از باغ‌های قدیمی شهر یزده که بنای آن و مجموعه با شکوهش در سال 1160 به دست محمد تقی‌خان بافقی که به خان بزرگ معروف بوده ساخته میشه. این باغ حدود 260 سال قدمت داره و در گذشته محل سکونت حاکم وقت و معاصر با شاهرخ میرزا و کریم خان زند بوده. بفرمایید. این انتقاده واقعا به شهر یزد دارم، اینکه خیلی رسیدگیشون به بناها ضعیف و بده. الان اینجا ما که نمیدونیم الان این درا قدمتش چقدره چجوریه، ولی بالاخره یه هنریه، یه هزینه صرف شده همینجوری بی در و پیکر. نه کسی مراقب بناست، نه کسی نشسته حواسش باشه. هر جای شما میرین خونه تاریخی تو ورودیش یه صندلی گذاشتن، یه نفر نشسته دیگه که هم تذکر میده آقا بچه دست نزن، به دیوارها نزدیک نشین، اینجوری نکنین اونجوری نکنین. هیچی. هم قلعه سریزد خیلی ناراحتم کرد، هم اینجا هم واقعا ناراحتم کرد. درست. خیلی ناراحت کننده است. بچه اینجا هم یه جورایی باغ اناره، چون پر درخته اناره کوچولو کوچولو، یعنی درختا فکر نمی کنم بیشتر از 1.5 سال 2 سالشون باشه، ولی بار دادن بیا و ببین. منم میخوام برم بچینم. نگاه کنید فراوونه ها. این الان یه ردیفشه که شما دارید میبینید، تا اون ته که میخوره به بچه ها. خیلی سه جالب تر بهتون نشون بدم. این گربه رو میبینید؟ این گربه رو میبینید؟ الان ساعت هاست که دنبال این خانومه. همین الان یه پیش بهش کرد و همچنان این داره دنبالش میره. واقعا فکر میکنم مال خودشه، بدون قلاده آوردتش بیرون. عیب میدونم. نگاه صداش کرد و اینم رفت. از تایمی که اومدیم دارن با هم دیگه دور باغ میچرخن. خیلی جالبه. تا یه جایی هم بیشتر نزدیکش نمیشه البته ها. الان مثلا نزدیک نرفت، دور وایساد، دوباره اون رفت جلو، پیش دوباره این 2 قدم رفت. خیلی چیز عجیبه واقعا. بچه‌ها ببینید چیا فهمیدیم از اینجا. اولین و مهمترین چیزی که فهمیدیم اینه که این بادگیر ارتفاعش 33.8 و بلندترین بادگیر خشتی جهانه، یعنی نزدیک 34 متره. عجب. خیلی جالب بود. و یه موضوع دیگه ای که هست این که باغ دولت‌آباد اواخر دوره افشاریه
توسط محمد تقی‌خان بافقی که بهش میگفتن خان بزرگ سرسلسله خاندان خوانین یزد بوده احداث شده. تقی‌خان اول قناتی به طول 65 کیلومتر رو احداث میکنه و آب رو از مهریز به یزد و محلی که الان باغ دولت‌آباد توشه و بعد مجموعه حکومتی خودش رو بنا میکنه. از مهریز آب رسونده به یزد. حالا نمیدونیم همون قناتی که ما رفتیم ازش فیلم گرفتیم میگه یه قنات دیگه، ولی فکر کنم تو همون مسیره دیگه. آره واقعا. این باغ مساحتش حدود 70,000 متر مربع که شامل ساختمان‌ها، حوض‌ها و آبنماهای زیادی که بینش هم کلی درخت انار و انگور با یه عالمه گل زینتی خوشگل قرار گرفته. این بنا و باغ باید در اختیار نوادگان محمد تقی‌خان بزرگ خاندان رحیمی می بود، اما میراث فرهنگی اون رو در تملک خودش میگیره و در حال حاضر هم محمد علی معزالدینی داماد نماینده ولی فقیه اون رو اداره میکنه. باغ دولت‌آباد از دوره‌های افشاریه و زندیه به یادگار مونده. چیزی که جالبه اینا رو زدن که ترک‌ها رو بگیره. یه جور چسب طوریه، بند و پیه، نمیدونم. این بنا که بخش‌هایی مانند ساختمان هشتی و بادگیر، عمارت بهشت‌آیین و تالار آینه، عمارت تهرانی، آب‌انبار دو دهنه و باغ ناصر رو شامل میشه. محمد تقی‌خان در دوره زندیه و معاصر با حکمرانی کریم خان زند سرسلسله خاندان خوانین یزد بود. اون تصمیم گرفت قناتی به طول 65 کیلومتر از مهریز به یزد بکشه. این کار رو انجام داد و قنات طولانی رو دولت‌آباد نامگذاری کرد. این قنات که از ارتفاعات مهریز سرچشمه می‌گرفت، به اون منطقه زندگی و آبادانی بخشید. علاوه بر این، در طول مسیر زمین‌های کشاورزی بسیاری رو سیراب و چندین آسیاب آبی رو راه اندازی می‌کرد. بعد از ساخت این قنات و زندگی بخشیدن به منطقه، خان بزرگ باغ دولت‌آباد رو هم در این مکان بنا گذاشت. کلاً که من اینجوری که خوندم اینجا از دو بخش تشکیل میشه، یه اندرونی یه بیرونی. خب اندرونیش میشه اینجا، بله، بیرونیش میشه جلوخانه که دیدیم. اون بخشی که جلوخانه است بیرون اندرونی. نه. اون بیرونیه. این اندرونیه. اینجا اندرونیه که خونهشون بوده دیگه. اون بیرون. آخه چرا بعد تو خونهشون حوض می داشتن؟ اونم تو 3 تا از اتاقا. چقدر پنجره هاش قشنگه خدای من. خیلی من اونو نگرفتم، همینو برو تو اون اتاق. چرا از اون اتاق اومدی؟ اونو نگرفتم. خیلی قشنگه. چطور میتونی اینقدر قشنگ باشی؟ وای چه بادی میاد اینجا. وای این دقیقا زیر بادگیره. ما الان زیر بلندترین بادگیر جهان هستیم. خیلی خفنه. باد میاد. قشنگ اینجا دیگه کورانه. صداش ممکنه بیاد تو فیلم. آی چقدر باد میاد. چیزایی که حالا حرفه‌ای تر ازش گرفته شده. ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایبمون کن، ما رو به دوستات معرفی کن، چون این به رشد و بزرگ شدنمون خیلی کمک میکنه. برامون کامنت بذار، از دیدن کامنتات خیلی خوشحال میشیم و اون قلب قرمز رو برامون فشار بده که خیلی دوستتون داریم. خوشگل رو ببینید، آسمون. بعد ما کلا همش بافت تاریخی بودیم. بافت‌های تاریخی هم معمولا مرکز شهر هست که
مناطق مثلا پایین شهر در واقع به حساب میاد. الان اومدیم سمت صفاییه که میشه بالا شهرش. یه زن خیابون کشیاش خوشگل مشکله، سرسبز قشنگ. آره هوا یه جور خوبی، یعنی از اون خشکی بافت تاریخی در اومد انگار. 4 تا درخت دیدیم. گفتیم شما رو هم سهیم کنیم. الان تو این قسمت همراهمون باش، هم قرار زورخونه رو ببینیم، مراسمشون رو اجرا کنم براتون ویدیو بگیریم، همین که آب انبار رو ببینیم. بیا داخل. خوش آمدید. از این طرف برید پایین در 2 طبقه آب انبار رو ببینید بیایید بالا. اتاقای هم که اجازه برید داخل عکس و فیلمتون بگیرید. مرسی. سپاس. این رقص پا داشته باشین. رو پا چپه بعدی. آیا خودش رو حالا شد دورو. یک قند دست سیفته گیرو این لیمون فشار دید. راحت باش. نظام فیلمات کو شب خراب باشه فیلم ممنونم. بگی خبرم کن باشه. خیلی با بیا دوباره برو. اینجا الان آخرشه؟ نمیدونم چیز عجیبیه. وای چه بزرگه. عجب چیزیه. واو. این همون آب انباره بچه، این همون آب انبار امیر چخماق که گفتم بهتون توی شب ویدیوشو گرفتیم نشونتون میدیم. با اون 5 تا بادگیری که دورش بود که 5 تا بادگیر اجازه بازدید نداره، راهش بسته است. الان ما فقط داریم دور این میچرخیم. آره همین دیگه. چه آب انبار بزرگیه. خیلی بزرگ. فلش زده باید کجا بریم؟ باید بخونید. بعدا میای همه چی دارید میخونید دیگه. عجب. یعنی چقدر سفید تخم مرغ زدن که این زنده شه. چقدر مرغ تخم گذاشته که فقط سفیدش رو بزنن. واقعا عجیبه. من فکر میکنم که همچین چیزی نباشه، چون اون ملات ساروجی که ما تو درسمون خوندیم اصلا سفید تخم مرغ نداشت. چقدر خفن. ببینید ما الان این بالا زورخونه‌شه، این 2 تا طبقه هم که دورش پله بود، اینم حجم بزرگی که ما تو ویدیو گرفتیم. پرام. ستی فاطمه همون همسر امیر چخماق. اویلا متنشو گرفتی؟ یه توضیحاتی داره؟ نه. اولا که خیلی خوش اومده به زورخونه یه پهلوان درهمی که متاسفانه 96 فوت کردن، مؤسس زورخونه بودن و پدر بند. این آب انبار که شما میبینید خدمت خود آب انبار مال دور صفویه هست و حدود 600 سال قبل. سال 76 تا 80 تقریبا 24-5 سال پیش ما اینجا رو تبدیل کردیم به زورخونه در 3 طبقه که یه طبقه زورخونه است و 2 طبقه که یه طبقه موزه زورخونه است و یه طبقه که مهمانا و توریستای خارجی میرن از بالا آب انبارا میبینن.
خود ارتفاع آب انبار 29 متر هست و قطر آب انبار یعنی کف آب انبار تقریبا 23 متر و نیم تا 24 متر. 5 تا باد گیرونی گنبد قرار داره که در تابستان زمانی که باد می اومده از 3 طرف باد می اومده پایین و از 2 طرف بادا میکشیده بالا و آبی که داخل آب انبار بوده هیچ وقت گرم نبوده و همیشه خنک بوده در تابستان و همیشه در تلاتون بوده و این آب هیچ وقت راکد نبوده. زمانی هم که ما خواستن از این آب انبار استفاده کنن بیرون از زورخونه سمت چپ الان درش بسته 68 تا 80 تا پله را میرفتن پایین و آبا از پایین آب انبار میوردن بالا و استفاده میکردن. یه حوض چایی بوده و بهش میگفتن آیا اون راه جایی بوده که از این آب استفاده میکردن. دیوارایی که شما مشاهده میکنید حالا یا فیلم داره میگیره دیوارای اصلی آب انبار هست و ما هیچ صدمه به خود دیوار اصلی آب انبار و خود آب انبار اصلا نزدیم و از پایین ما دیوار چینی کردیم و یه دونه دیگه آب انبار به همین شکل ساختیم به سقف زورخونه را زدیم. وسایلی هم که شما داره میبینید ابزاراتی که در جنگ استفاده میشده مثل میل زورخونه هست که نماده گرز هست، سنگ هست که اونجا گذاشته نماده سپر هست جنسش از چوبه، کباده هست که از کمان هست از 5 کیلو تا 40 کیلو و جایی که مرش ضرب میزنه بهش میگن سردم به اون بالا به حساب ضرب میزنه تا ورزشکارا همه با هم هماهنگ باشن و ورزش بکنن. بازم سوالی ما در خدمت. خیلی ممنون توضیحات کاملتون. متشکرم ازتون. مرسی. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا سلامت می کنم یارم تا که سلامت باشی زیر علم سبز محمد باشی. دیدی ای عشق دگر بار چکن وفادار چکن
بعد سیبیلی شما دارم میکنم آزادش آقای خمیری شما تشریف داخل امیر عباس هم بیاد داخل دوستان همه برم خشن عقیبه دو برخی از منزل لیلی به درخشی سحر و که با خرمن مجنونه دل افکار چکن
میدونستی شهر یزد رو بشنویم. اولی میدونستی شهر جهان یزد اینه که شهر یزد معروف شده به موزه بدون سقف. به دومی میدونستی که درباره یزد میشه گفت معروف به شهر بادگیرها و قنات و بلوط. و سومی میدونستی اینه که اولین شهر خشتی جهان و دوم شهر تاریخی بعد از ونیز ایتالیا. مرسی، دستتون درد نکنه. زورخونه پهلوان علی درهمی خیلی عالی بود واقعا، هم اجرای برنامهش هم انرژی که اون پایین بود. اصلا به من که خوش گذشت، داشتم گفتم چقدر عالیه، دیدم همه پشت بندم دارن میگن چقدر عالیه. الان بگید پشت بندم چقدر عالیه، چقدر عالیه. یعنی اینو حتما بیاید. ساعت 4 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر و 8 شب ساعت 1 اجرا دارن و میتونید بیایید ببینید. بغل امیر چخماق. آره خیلی نزدیکه، بپرسید حتما بیایید. یه متری نه، بعد چند دور مثلا دور بپیچ. یه دور برگشت دیگه نیمم اضافه. دستتو بگی بالا. این مثلا هول است. این هول است. اینو میذاری اینجا، اینم میاری اینجا. خب حالا دور نبینیم، هول میگن داخل لباس. آره. اینم پس میره این تو. اینقدر آب میره. شما یعنی تو نیومه که یک 5 سال تا آب رفت، مثلا آب رفت همون اندازه میشه. از اول همینو میگم، اینو گوش نمیده. شما یه مترونیم بگیریم گوش نمیده. شما وسواس داری خاله من، شما وسواس داری. یه مترونیم از این به ما بگید. همه کامنت کنیم OCD. به خدا من یه حوله سبک برداریم. آقا تجربه داره، کوتاه بیام میگه نه 2 متر بگیریم. مگه من مثلا خب حالا چه عیب داشت؟ نه فکرم که شما سمون رضا زاده هستی. آره اصلا یه وقتی چاق شد، اگه چاق شد چی؟ مثلا رضا زاده شد. آره به خدا من راست میگم، حق با منه، همیشه من بیشتر میدونم. اینو من به چه زبونی بگم؟ این پارچه هم خوبه ها. اینا چی؟ این چند؟ اینا پارچه چی دارم؟ آره اون چند؟ اون 65 تا. خب تو هم این بگیر. من از این بگیرم. این چیه؟ اینم خوبه پنبه‌ایه. دست من یک دریش. خب اینم پنبه‌ایه خوبه. آره این خانم یک میتونه، منو نبرید آقا این پوشیده شد دیگه، اینو نگو. خوبه؟ اوکی شد. عالی. من از این بگیرم. میخوای منم دورم بپیچم؟ میخوان یه بار برین همینجا حموم ببوسید. دیدی الان اگه 2 متر نداره. شما اگر رضا دارم شدی که خوبه؟
خوشتیپ شد. ولی دومم خیلی همینجا پروف کن بیا. ولی 10 سانت بیشتر بود. من 1.60 بتونم. 1.60. یه وقت این ور اون ور اگه آب بره اون چند سانته برسه. این خانم دو تا بیه داخلشه تک فقط تیر میزنم سرنم به 5 ساعت تیر میزنم. وای خدای خب بچه ما بعد از زورخونه اومدیم به سمت مسجد جامع و سمت کافه کاریزما بازارچش. میخوایم بریم سروک بخوریم. اومدیم ظهر بسته بود زنگ زدیم ما باید بیاید اینجا ساعت 5 به بعد. دیگه الان میریم داخل برای یک سروک بسیار خوشمزه و قهوه یزدی. اومدید یزد حتما بیاید اینجا. به به درود بر شما. خوشحالم بالاخره رسیدی به جایی که استراحت کنی. استیبل شدی. استیبل شدم. این مالا بادگیره. از اینجا که من نشستم خیلی قشنگ. چقدر من همیشه فکر می‌کردم همه چیز ساده قشنگه ولی الان این لوستر پر از برقه خیلی خوشم اومد. واه خیلی چه خوشم گیرا، چه ویویی داری هم دکتر. بادم داره میاد. آخ آدم دوست نداره از اینجا بره. آره نگو زیر بادگیر نشستم میگم چرا سردمه. وای آدم دوست نداره اینجا تکون بخوره. خدایا بریم اون سمت ببینم میتونیم بادگیرشو ببینیم. وای چه گلایی. بادگیرش خیلی کوچولوه ولی اونه دیگه. به به عالی. جای همگی خالی. بچه ها این آش شولی آش مخصوص یزدی ها. کلا تو یزد اومدیم به جز اون لاپولویه که من سفارش دادم که چیز دیگه از غذای یزد نخوردیم. قیمه یزدی اینجوری که توضیح داد فکر کردم ممکنه خوشم نیاد. گفت شیرینه یکم. آره آش شولی که کلا آشخور نیستن. یا حالا باید ببینیم اینو خوشمون میاد. حالا آشم مثل این که من رسیپیشو خوندم ترشه. یه چیزای ترشی داره توش. ولی خوشمزه است. حجت که ریخ داره. خیلی ممنون سپاسگزارم. خوشمزه خیلی. خوشمزه است. ساده خیلی فرق داره. آره یه جوری خیلی بامزه‌ای ولی خوشمزه هم بود. بعد بذار اینجا یه قاشق می‌خونی. آره بابا خوشمزه است. اصلا اونجوری هم که رسیپیشو خوندم ترش و اینا نیست. نه واقعا خوشمزه است. نه واقعا خوشمزه است. خب شولیه که خیلی خوشمزه بود. اینم سروک و قهوه یزدی. قهوه یزدی هم من تا حالا نخوردم. غزالم خیلی وقت پیش خورد. حالا ببینیم نظرمون درباره قهوه یزدی چیه. منتظر. یه تیکه به من بده. خب مرسی. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. خیسش کردی؟ شبه آفرین خوب بود. آقا خیلی خوشمزه است فکر کنم. در اصل اینجوری گرده که دایی برای ما خوردش کرده راحت بخوریم ولی یه دونه ایش الان این 3 تاشه انقدر شده. فکر کنم توش هل داره. خب داغ نباشه. داغ هست ولی فکر کنم دارچین هم داره. آره زعفرون چی؟ یه چیزی داره یه چیزای گرمی توشه که سردی قهوه رو میگیره. گلاب هم داره. همین دیگه. بخورم؟ اوه عالیه. یعنی پر هل. یعنی اگه
یزد بودم قطعا معتاد میشدم. بس منم تست کنم. بده من بگیرم عکت تو. میگه از عکت تو دوست داری اتفاقا؟ خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه است. یکم کمتر شیرین بود ولی عالیه. من حتی میتونم الان 3-4 تا شات دیگه بخورم. فکر کنم تا 3 روز نخوابم. نه خیلی خوشمزه بود. خب دیگه ما میریم که اینا رو همه رو بخوریم. خدافظ. خیلی خوشمزه بود، هم سروکش هم قهوه یزدی و پیشنهاد میشه بیایید دیگه. شماره موبایلش هم که یه ذره عقب‌تر ولاگ براتون خوندیم از روش که غزاله بهش زنگ زد، اونجا شمارش هم داری. حالا این زیرم اگه یادمون بمونه که حتما باید یادمون بمونه البته براتون می‌نویسیم. تماس بگیرید، آدرس بگیرید. به به بچه‌ها گیلیم خریدن 600 تومن. 600 خریدی میفروشی؟ نه فروشمون 700 تومن. 100 تومن سود کاسب نمیشی. نه این کاسب نمیشه. آخه مبارکت باشه. خیلی خوشگله. بری. کار دست کیه نگفت؟ کار دست بربکس یزد. عالی. مبارکتون باشه. به خوبی و خوشی استفاده کنید. سر و ابرکوه؟ به به. بریم خانه خشتارنگ؟ بریم. چا کنار کاریزما وارد بازارچه که شدید، اون گوشه که سفیده که ما الان خوراکی خوردیم، بیایید اینجا رو قشنگ آقا حجت رو ببینید اول، بعدش هم قلم زنی ببینید. سلام، درود، خسته نباشید. روی ورق مس. حالا ممکنه از تینر استفاده کنیم یا ممکنه از قلم و چکش استفاده کنیم تا طرح کلی رو پیاده کنیم روی ورق. بعدش توی تزیینات اون دیگه اختیاریه، هر جوری که قلمزن دلش بخواد میتونه کار رو تزیین کنه. بسیار عالی، خیلی ممنون. خیلی متشکرم. اصلش برای اصفهان از دعوای بینی؟ نه، در واقع اصل هنر قلمزنی برای دو استان یزد و زنجان هستش اصالتا. اصفهان اومد که شیوه جدیدی رو درست کرد به اسم تابلوی قلمزنی. تا قبل از اینکه قلمزنی به اصفهان بره، کاری که زده میشد روی ظروف بوده، مثل کاری که این پایین میتونید ملاحظه بکنید. نه هیچ جای کار خراشیده میشد، نه سرخی مثل پیدا میشد. بعد از اینکه کار به اصفهان کشیده شد و اونجا معروف شد، هنرمندای اصفهانی اومدن گفتن چرا فقط طرح رو بیایم روی ظروف اجرا کنیم، بیایم و روی یک ورق مس این کار رو اجرا کنیم که نتیجه کار شد چیزی مثل تابلوهایی که دور تا دور مغازه میتونید ببینید. خیلی ممنون از توضیحاتتون، متشکرم، ممنونم. کاریه که بعد میره رو تابلو. چقدر جالب و چقدر ظریف، چقدر جزئیات داره. تمام کارهایی که
که ما میزنیم اینجا درست میکنیم همشون یک تیکه هستش. هیچ کجا نه جوش خورده میشه نه با چسب چسبیده میشه. خیلی زیباست واقعا. بسیار. راه ارتباطی با شما چجوریه؟ راه ارتباطی ما از طریق شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و واتساپ هست. واقعا کارا خیلی ظریف و قشنگه. بعد حدود قیمت اگه بخوایم بدونیم مثلا این کار چقدر در میاد؟ این کار حدود میشه 750 هستش. 750 هم قیمتی هستش که ما حساب قیمتی که به صورت برای مشتری حساب کنیم. قیمت عمده این کار هولوش 650 در میاد که ما برای به صورت عمده حساب مغازه‌دار می‌کنیم. متشکرم، ممنونم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خسته نباشی، خدا نگهدارت. بچه خونه خشت و رنگ هستیم. میریم طبقه پایین رو ببینیم که گالریه. صد بار گذامه همچین مکان زلفون بوه چین مکان. وای چه نقاشی هایی بچه، اینا قابل خریده. هر کی خواست به نظرم میتونه تو گوگل بزنه خانه خشت و رنگ سفارش بده براش ارسال کنن. وای چه پرسپکتیوی، وای چه راندویی زده. آخ 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 قلبم چقدر زیباست این اسکیس ها. به به چه فضایی. واو چقدر خوشیه. کویری ها حتی کل مردم ایران قدر آب میدونن. کویری یا یک پله پررنگ‌تر. چون همیشه ما تشنه این آب بودیم. با چه دغدغه‌هایی این آب به دست بیاریم. قنات‌هایی که بعضی مواقع چاه مادرمون تا 300 متر میرفته پایین. چاه مادرمون چاه اصلی که به آب بعضی مواقع می‌بینید 100 خورده کیلومتر راه تا زیر زمین‌ها تا آب برسه به جایی که میشه مظهر قنات. پس خب آب برامون مقدس بوده و خواهد بود. اولین عنصر پس گفتیم آب قرار میدادن. این خونه زیربناش از دوره ایلخانیانه. یه چیز حدودش 700 الی 800 سال قدمت زیربنای خونه است. البته تو 4 دوره مرمت شده. دوره صفوی، تو دوره قاجار، پهلوی اول 3 سال هم وقت گذاشته. تو هر دوره هم خراب میشه. مرمتش میکنن، قطعا یه چیز خراب میکنن، یه چیز اضافهش میکنن، کم زیادش میکنن تا اینکه ما هم 3 سال هم وقت گذاشتیم. ولی من شیوه مرمت مسعی کردم خیلی چطور بهتون میگم، خیلی ساده، خودمونی، دلی، دهاتی واری اینجوری بهتون میگم. تو همین اتاقم شومیناتشی هست. ما اینجا سفید استفاده نکردم، اون کارگر سیما رو بکشم. چون از این برخوردایی که سعی کردم بیس خونه حفظ شده باشه. و الان 4 سال تو این خونه داریم زندگی می‌کنیم. رفته سال 5م. کار من نقاشیش خودتون متوجه شدید تو پایین یک نگارخونه دائمیه. نقاشی و صنایع دستی دوستانه. نقاشی تو این چند سال اخیرم رسالتم شد یس. اومدم با تکنیک آبرنگ و آب مرکب و اکریلیک از المان‌های این شهر مثل سابات، مثل تویزه، مثل پیرنشین، مثل بادگیر، مثل درب‌های قدیمی و اینا رو توی کارم آوردم. هر کدامش خودش کلی قصه و داستان و فلسفه‌ای که پشتش هست. چند روزه یزد تشریف دارید؟ تقریباً 4 روزه. واه سلامتی انشاءالله که یزد جز شهرهایی باشه. ما میگیم تو تهران مثلا یه روز آدم دوست داشته باشه بره موزه ایران باستان، خیلی خوشه. صبح که بریم غروبم که بیرون سیر نمیشیم، ولی وقتی اومدیم بیرون دیگه تموم میشه. یزد یک موزه زنده است. تفاوتش اینه که یک موزه شما تو این کوچه از کوچه‌ها که راه میرید بوی دود میاد، بوی غذا پختن میاد، صدای گریه بچه میاد، صدای خنده زن شوهر میاد، فلان خونه عروسیه، فلان خونه عزا هست. این
پا گذاشتیم توی موزه‌ای که هممون رو برده تو دل تاریخ. ما همه شهرها با انداز پیشینه فرهنگی و میراث مادی که اون بنا باشه خیلی قوی بوده، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. شما هر کدوم از شهرها، ولی خب متأسفانه خرابش کردیم. نفهمیدیم تو این 50 60 سال اخیر شروع کردیم خراب کردن. یزد حفظ شد و اینه که متفاوتش میکنه نسبت به شهرهای دیگه و واقعا هم شاید اینجور بهتون میگم این بافت تاریخی یزد بود که ما رو توی یزد نگه داشته. شما خودتون هم یزدی هستید؟ ما داماد یزدی هستیم. آها داماد یزدی. راجع به یزدیش کنم آقا دیگه. قهوه طبع سرد. مردم یزد هم آب و هوای یزد نمیتونن، ما عادت داریم چای نباتون رو با قهوه بخوریم. اینو شیرینی میخورن. البته من یه خورده یه پله تخته درست میکنم با حال مشتری هامون که غیر یزدی باشه. قهوه همون قهوه ترکه سال 98 ثبت جهانی شد، قهوه یزدی یا قهوه امام حسینی هم بهش میگن. قهوه یزدی یا قهوه امام حسینی مشخصه، پس بیشتر تو مراسم‌های روزه ها برپا میشده. بعد از اون طرف چون خود قهوه طبع سرده اومدن با هل سبز قراقون، هل با نبات و گلاب ترکیب کردن. 3 الی 7 ساعت هم گذاشتن پخته بشه. 3 الی 7 ساعت؟ بله. بعدش این قهوه طبعش متعادل میشه. خب دیگه حال بدی نداره. تپشه. آره. و یه خوبی هم که داره، شما قهوه یزدی درست کردید میتونید تو یخچال نگه دارید تو ظرف دربسته تا 1 هفته بعد چند بخورید تا خوشمزه تر هم شه، مثل قرمه سبزیه. شیوه پختش هم خیلی یادتون بدن. برید همونجا قهوه خوردی یادتون بدن. آره فکر کنم یاد بدین بیاید دیگه. برو خب بچه‌ها بشینید یا دیگه استاد درباره اینجا وقت من دانشجو حداقل دارم با کارشناسی میرم رشت. Oh